به این بازی خیلی باله، نمیدونم معرفه یا نه دیگه، نمیدونم بچه. این بازی چند مپ داره که اینا بالا، من اینا موده که من ریختم این داخل این مپ. تا این بره تو مپ، لایک رو من فراموش نشه، سابسکرایب هم فراموش نشه، بزن بری. لیتس گو. خب بچه آمد اینجا میبینید که شخصیت اول این داشمون سبزه است، شخصیت دوم من گذاشتم شخصیت اول من گذاشتم همین سبزه، شخصیت دوم گذاشتم این زرده، شخصیت سوم گذاشتم این هم جور در میاد. خب بچه بریم سراغ اصل مطلب. خب بچه خودتون میبینید که اینجا آدم ها داره، اینا از اول به تو بازی هستن، اینا و این رباته، اینا کلا تو بازی هستن. خب الان چیزایی که هستن اینا من مود ریختم همه رو، من مود ریختم داخل این برنامه. سی جی، بیگ اسموک، رایدر، سویت، اینجور چیزا. این بازی شمشیر داره، تازه بروزرسانی باید بکنیم، تازه هم بروزرسانیش کردم. بروزرسانی اینا هم شمشیراشن، همه شمشیر نیستن، این برای جادوگر هاست، اینا دیگه هستن دیگه، تبر، کلنگ، اینجور چیزا. خب این هم قسمت توفنگشه، توفنگا رو داره، الان کولت داره. اینا رو من خودم مود ریختم. یه برنامه هست که میتونیم داخلش یه چیزا رو انتخاب کنیم، دانلود کنیم و بریزیم تو این بازی. من الان اینا رو ریختم. اینم الان این تفنگه بروزرسانی شد، بروزرسانی کردم اومد، یعنی از اول نبود، اینا بروزرسانیش کردم اومد. اینم هست، اینام که از اول بود، اینا هم هستن. اینا من ریختم از اون برنامه به چیز. وا چه تفنگ، اسنایپرها رو، اینا هم اسنایپره، هدشات میخونم، هدشات. حالا اینا قسمت بمبه که بمبا رو داره، بمب هسته‌ای فکر کنم داره. این بمب هسته‌ایه، اینو میزنیم این اتفاق میافته. این اصلا بدتر که نگاه کنید فقط شما، این از اون هم قوی‌تر، اصلا بازی میلرزه. اینو من نمیدونم چیه، نمیتره. این هم همونه، این اولیش اون دومیش. این هم نارنجه که یکیشو باید امتحان کنم. خب این هم که بمب تو اول سفر اینجوریه. آقا ما میخوام یه آدم اینجا بذاریم، این سبزه رو، اینو میخوام تست کنم که ببینید چه جوریه. اینو وقتی چیز میکنیم، نه اینو وقتی فعالش میکنیم، نگاه کنید چی شد، چشاش سفید شده، هیرو براین چشاش سفید میشه و بنده خدا فکر بکنم مرد. حالا اینا رو ما ول کنیم. خب میرم قسمت دوم که اینا معجونن، اینجا اینا آمپولن که آمپول بزنیم یه اتفاقی میافته. این سبزه یعنی مثلا اگر جایمون زخم شده بود میتونیم برام باهاش درست کنیم. اینا اگر مثلا تو بازی یه نفر بزنیم کشتیم، بزنیم فرو کنیم توش، دوباره زنده میشه. حالا اینم هست، این برای زخم شده برای چیز میکنه، اینم اگر مرده باشه زندهش میکنه. حالا ما این قسمت که تمام لباسا هست توش. این قسمت من نمیدونم خودم چیه، ولی سری وسایله که میدونم. اینم وسایل نقلیه مثل اسکوتر، تانک، هلیکوپتر، کامیون دیگه، اینجور چیزا.
اینم هست که نمیدونم علامت به علاوه داره، به اضافه داره. نفکر کنم مربع هم، نمیدونم اینا واقعا چی، نمیدونم کلا اینا چی هم. اینم دیگه هستن. این کیکه، اینا دیگه. این کادوه. نمیشه اینو میزنیم زمین یه کادو در میاد. من ماشین گرفتم، اینجوری شد. حالا اینم یه تفنگه. ابوالفضل ول کن، این تفنگه بزرگه، این اصلا تو برو بیرون. رفت فضا. این تفنگه چقدر بزرگه که من ریختمش، خیلی بزرگه. سه تفنگه اصلا بزرگن. میدونم چیه، این کنه برای ماینکرافت، اسمانه برای ماینکرافته، چون بلاک‌های مربعی داره کنم هستا، ولی نیست میکنم. اینا هستن. این شیشه هست. یکی خواستم بگم که تو بمبا میریم، این مولوتوفه که بزنیم آتیش میگیره. خب این هم قسمتی که میتونیم خودتون بریزین. الان من اینو ریختم که فکر کنم بازی باگ میخوره تا تمام. اینو نشون بدم نفسم بازی حرکت نمیکنه. بازی من هنگید.